مهندس، شرکت استیل غرب آسیا چه نوع شرکت دانش بنیانیه؟ ما یک شرکت دانش بنیان درجه الف هستیم و دانش بنیانیمون رو روی کل محصولات شرکت گرفتیم، نه فقط روی یه محصول خاص. شرکت استیل غرب آسیا چه دستگاهی تولید میکنه؟ محصولات شرکت ما انواع دستگاه‌های سیل وکیوم یا همون تری سیلر در تیپ‌های اتوماتیک، نیم اتوماتیک، وکیوم چمبر، ترموفورمینگ، دستگاه های اسپید و انواع پرکن‌ها مثل پرکن حجمی، پرکن ثقلی و پرکن سیلندر پیستونی. خدمات پس از فروش استیل غرب آسیا به چه شکلیه؟ اتفاقا یکی از تمایزهای برجسته شرکت استیل غرب آسیا با سایر شرکت‌ها همین خدمات پس از فروشش هستش. ما به صورت 7 روز هفته 24 ساعته پاسخگوی مشتریانمون هستیم. اگر مشکلاتی در کار با دستگاه برای مشتریانمون پیش بیاد، کاملا سریع و چابک مشکل رو براشون حل می‌کنیم. مشتریان شما چرا باید به شرکت استیل غرب آسیا اعتماد کنند؟ به خاطر بیش از 15 سال سابقه تخصصی در حوزه طراحی و ساخت انواع دستگاه‌های تری سیلر، همینطور خدمات پس از فروش و تعهد به کیفیتی که داشتیم و مشتریان ارزشمندی که در این زمینه داشتیم از قبیل شرکت سپید ماکیان، پگاه، دومینو، سبا، فرمند و سایر شرکت‌ها. چرا قیمت دستگاه‌های استیل غرب آسیا بالاتر از دستگاه‌های چینی و سایر دستگاه‌های ایرانی در داخل کشور هستش؟ اتفاقا این سوالو خیلی ازمون میپرسن. به دلیل سابقه برند، تمرکز ما بر تکنولوژی و فناوری، کیفیت ساخت و طراحی دستگاه‌ها که توسط خودمون انجام میشه و متریال با کیفیتی که با بالاترین دقت و توجه خریداری میشه و خدمات پس از فروشی که داریم، در واقع قیمت دستگاه‌های ما یه مقداری بالاتر از سایر شرکت‌ها هست. اما این قیمتی کاملا منصفانه است و نسبت ارزش به قیمت دستگاه‌های استیل غرب آسیا خیلی بالاتر از دستگاه‌های دیگه موجود در بازار هست. آیا شرایط پرداختم دارید؟ بله، قطعاً شرایط اقساطی هم داریم. با توجه به مذاکره‌ای که با مشتریامون داریم و شرایطی که دارن، سعی می‌کنیم براشون مناسب‌ترین شرایط رو در نظر بگیریم.